hear the beat. It's in my chest. سلام دوستان، وقتتون بخیر. کامبیز هستم از کریپتو پرژن. امیدوارم که هر جا هستید سعی و سلامت باشید و تو معاملاتتون موفق باشید و همواره پرروزی باشید. همونطور که قبلا خدمتون عرض کردم، بیت کوین نزدیک 2 هفته بود یا شاید 16 روز 17 روز بود تو محدوده 92,000 تا 99,000 داشت رنج میزد. دیروزم که تحلیل کردم از رو تحلیل آنچین بهتون گفتم که بازار منتظر یک حرکته که حالا این حرکت میتونه به سمت بالا باشه یا به سمت پایین، و اینم بهتون گفتم که بیت کوین از این مثلث کوچیک شونده که توش گیر کرده، اگه بتونه هر کدوم یک از این زاویه های مثلث رو بشکنه، حالا به پایین یا به بالا، به راحتی میتونه تا مقاومت بالاترش هم بشکنه، یعنی مقاومت 92,000 رو پایین رو بشکنه یا مقاومت 99,000 به بالا رو بشکنه. طی این 2 روزه بیت کوین 2 تا ریزش سنگین داشته که تو این 2 روز نزدیک به 8,000 دلار بیت کوین ریزش قیمت داره که این برای بیت کوین رقم کمی نیست، رقم بالاییه. این نشون از یک ترس شدید تو بازار میتونه باشه یا نشون از یک فروش شدید میتونه باشه که این فروش توسط نهادها یا سازمانهای بزرگ میتونه صورت گرفته باشه. تو بازه 4 ساعته ببریم تا ریز بشیم توی این ریزش دیروز و پیروز. نگاه کنید، ریزش بسیار وحشتناکی هم هست. بعد این که بیت کوین چندین روز تو این محوطه رنج زد که تو محدوده 92 تا 99 بود که البته بیشتر تو محدوده 95 تا 99 شده بود دیگه، حالا به غیر از این شادوهایی که به 92 میزد، ولی اکثرا تو محدوده 95 تا 99 بود. ولی طی 2-3 روز گذشته نزدیک 3 یا 4 بار خودشو به مقاومت 95,400 کوبید و این یک سیگنال از این بود که دیگه این مقاومت نمیتونه در برابر بیت کوین بخواد حمایت خوبی انجام بده، و این وقتی یک حمایت زیاد به ضربه میخوره ضعیف میشه و با یک فروش گسترده‌ای که تو بازار صورت گرفت این مقاومت شکسته شد و مقاومت استاتیکش هم که رو محدوده 94,000 بود، مقاومت استاتیکش هم شکست. و همونطور که گفته بودم وقتی مقاومت استاتیک شکسته بشه، چون خیلی وقت داره رنج میزنه، به راحتی مقاومت زیرش رو میشکنه و دیدید که راحتی 92,000 رو شکست. ولی من خودم به شخصه توقع داشتم که مقاومت 91,000 بتونه بیشتر جلوی بیت کوین رو بگیره، ولی اما مقاومت 91,450 نتونست زیاد جلوی این حجم از فروش رو بزنه، و این هم به نظر من اوردرایی بود که تو محدوده 92,400 کاشته شده بود، یعنی همون استاپلاس های لانگی بود که تریدرهای کوتاه مدت گرفته بودن برای محدوده لانگ تا 102,000. وقتی که این فروش شدید شد، اون استاپلاس ها هم فعال شد و ضربه محکمی رو به حمایت قوی 91,200 زد. من از قبلم بهتون گفته بودم که
حمایت 91200 حمایت بسیار مهمیه برای بیت کوین که بیت کوین به این حمایت داره اتکا میکنه. یک حمایت دیگه هم داشتیم که تو محدوده 89000 بود. بهتون گفته بودم اگه تا 89400 هم بیت کوین پایین بیاد هیچ تغییر روندی توی سود بیت کوین حاصل نمیشه و اتفاقا خوبه بیت کوین تا محدوده 89500 پایین بیاد، چون تو این محدوده که از شادوی هولوشن 3 ماه پیشش گرفته شده بود اونجا اوردرهای زیادی رو خوابونده بودن حالا نهادها یا سازمانهای بزرگ برای خرید بیت کوین و متاسفانه اما اون محدوده هم نتونست بیت کوین رو نگه داره و بیت کوین اومد به آخرین حمایتی که سر راهشه، یعنی میتونه ازش حمایت کنه برای صعود و اونم حمایت 87000 حدوداً که این حمایت 87000 از اینجا میاد، یعنی از تاریخ 12 نوامبر 2024 این حمایت هولوشن از این تاریخ برای بیت کوین ایجاد شده و حمایت زیاد سابقه داری نبود. به نظر من آخرین حمایتی بود برای امید صعود کننده ها برای بالا رفتن بیت کوین. البته الان هم نمیتونیم بگیم که صعود بیت کوین به طور کلی منتفی شده، ولی خب میتونیم بگیم که بیت کوین از کانال صعودی خودش خارج شد. اگر بیت کوین بتونه بالای مقاومت 86900 دووم بیاره که من بعید میدونم دووم بیاره، چون تکانه حرکت خیلی قویه، تکانه ریزش خیلی قوی بوده. اگه بتونه بالای این مقاومت 86900 دووم بیاره یکی دو روز، باز میتونه بازیابی کنه خودشو و باز به راحتی برگرده به لایه های بالاتر. اگه نتونه این حمایت رو حفظ کنه، آخرین جایی که میتونه ازش برای خارج نشدن از کانال صعودیش حمایت کنه 85400. یعنی اگر بیت کوین 85400 رو هم از دست بده، به نظر من میتونیم بگیم که فعلا بیت کوین از کانال صعودی خودش خارج شده و بعد این که بیت کوین از این یعنی از 85400 اگه نتونه بیت کوین رو نگه داره، به راحتی بیت کوین میتونه تا محدوده 76700 پایین بیاد. الان بازار تو محدوده 86900 درگیر همون حمایت 86900 که خدمتتون عرض کردم. البته یه بار تونسته یه شادو به پایین تر بزنه، یعنی این حمایت رو بشکنه، ولی باز با اوردر بوکایی که زیر این حمایت بوده باز خریدار صورت گرفته، یک مقدار پایین اومده. به نظر من این حمایت آخرین حمایت سنگین بیت کوین از کانال صعودیشه، چون این حمایت کوچکتری که داریم تو لایه پایین تر 85400 این نمیتونه در مقابل این ریزش مقاومت کنه، مگه اینکه این حمایت 86900 بتونه یکی دو روز تکانه قدرتمند این ریزش رو تحمل کنه و بعد اون موقع 85400 بتونه کاری کنه. نهادهای بزرگ هیچ وقت اوردرهای زیادی رو تو محدوده حمایتی مثل 85400 نمیکارن، ولی خب هنوز کندل امروز بسته نشده. تا زمانی هم که کندل امروز
بسته نشه نمیتونیم نظر قطعی بگیریم. ولی خب تا اینجای بازار میتونم بهتون بگم که بیت کوین حمایت‌های مهم خودشو از دست داد که میتونستن باعث صعود بیت کوین بشن. اگه تا آخر امروز و فردا بیت کوین بتونه بالای 87,000 بیسته، باز میشه ازش امید داشت که بتونه حمایت مهم 91,300 رو پس بگیره و باز بتونه حمله کنه به مناطق بالاتر. ولی اگه نتونه مقاومت 87,000 رو نگه داره، حمایت 85,400 هم فکر نکنم براش بتونه کاری کنه و بیت کوین ظرف هفته آینده تا محدوده 76,770 شاید پایین بیاد. یعنی آروم آروم تا اون منطقه دیگه پایین میاد. حالا البته باید بشینیم ببینیم تا امروز جریان بازار به کدوم وری میره. ولی یه چیز بدی هم هست که امروز حجم بازار خیلی بیشتر از روزهای پیش خورده شده و وقتی حجم بازار بالا باشه و روند هم به صورت ریزشی باشه، این نوید بخش خوبی نیست. البته دوستایی که شورت گرفتن و زرنگ بودن شورت گرفتن، البته اونها که الان توی سودن. یه نگاهی به RSI بندازیم تو بازده 4 ساعته. من بهتون گفتم قبلا تو بازده 4 ساعته که بیت کوین اگر محدوده 39 رو از دست بده ریزش خیلی بدی میتونه کنه، چون این محدوده خیلی بیت کوین رو نگه داشته بود و الان هم که داریم نگاه میکنیم بیت کوین واقعا خیلی پایین اومده. RSI تو محدوده 66 و تو محدوده 16.33 که یعنی فروش بی نهایت، یعنی فروش فوق العاده شدید. وقتی بیت کوین تا این محدوده تو RSI پایین بیاد، از بازار میشه یه انتظار داشت که RSI تا محدوده 30 باز برگرده بالا و این میتونه اینو نشون بده که بازار یک مقدار کوچیک به سمت بالا باز برگرده و باز بخواد حالا ریزش خودش رو ادامه بده یا نه. تو بازه روزانه هم بخوایم RSI رو نگاه کنیم، تو بازه روزانه هم RSI به زیر 30 اومده، به زیر 30 یعنی محدوده 27 اومده که اونم دیروز بهتون گفتم که این محدوده 41 و 31 و RSI نباید از دست بده که وحشتناک از دست داد و به یک بار از 41 و 31 تا محدوده 26 و 90 پایین اومده. یه نگاهی به روند بازار کنیم و به قدرت خریدار و فروشنده، میبینیم که بعد اینی که نزدیک یکی دو هفته بود که بازار تو رنج بود، باز هم بازار روند گرفته و قدرت فروشنده ها بسیار شدید شده. البته زیاد قوی نیست فعلا، ولی خب تا محدوده 37 قدرت سلرا بالا اومده و قدرت خریدارا هم رو به پایینه و این اصلا برای بازار شرایط خوبی رو تو روزانه نشون نمیده. یه نگاهی به USDT.D بندازیم، میبینیم که USDT.D بعد چند هفته که تو محدوده 4.40 تا 4.60 گیر کرده بود، از پریروز با 2 تا کندل بسیار قوی از محدوده هولوشن 4.40 خودشو رسونده تا محدوده بالای 5، یعنی اومده بالای حمایت مهم هولوشن 5% و این برای بازار خبر خوبی نیست. این میتونه نشون بده که حجم پول موجود تو بازار این داره کم میشه از بازار.
الان هم که بیت کوین ریزش کرده، این داره نشون میده که بسیاری از کسایی که بیت کوین داشتن بیت کوین هاشون رو فروختن و تبدیل به تتر کردن. امیدوارم که تتر نتونه بالای 5% دووم بیاره و باز بشکنه به زیر 5% بیاد، چون اگه بالای همین 5% دووم بیاره این میتونه بازار رو به شدت ریزشی کنه و حجم سرمایه رو از بازار خارج کنه. خب دوستای عزیزم، تا آخر امروز باید صبر کنیم تا ببینیم کندل امروز کجا بسته میشه تا از بسته شدن کندل امروز بتونیم تصمیم بگیریم که روند بازار چجوری میشه. امیدوارم هر جا که هستید موفق و پرسود باشید. خدا نگهدارتون باشه.